من مفهمیدم صالح و ابراهیم شو مردم هیچ چیزی که نه که آمدن تو کی پرید آمده از کجا آمده؟ ششمی من موی بگاه تلفن کردم یا 3-4 روز پیش هم سرکم کتی و تلفن نیود با واتساپ های چه همون کتی گاو زن و طرز گاو زنیش دیگرگون شده یخیمون برای که یکم بچه هم که سال 2012 رفته بود نیست شده بود همین مسکوه فهمیدم که اینم مهراب اینم فهمیدم که همین کسی زویر بابت کردی گفتم اینم عدس میره بعد همون روزی ششم پنجم رفته بیلیت گرفتم و ششم سعی پیدا بودم که همین من یوم آمده من این بیچاره بچه همسایه که یک خدمت کرد ما ای فرزندی خودمون بسیارتر این بچه ما خدمت بسیار میکنیم بیچاره آمده من مردک کتی تلفن همین کتی زنگ زدیم تلفن من خیلی پرسوی که هم گفت زنه میشد و واتساپ و وایبر برشون من نمیدونم اون کادروی تقریب سریع زیرمون نمیدونم چیزی باسی من گفت زدم فهموندم اول اینه گفتم گفت زدم گویه با خوری کنیم که من نگویه که من همی جدم که گرفته گیرم خونه دارم شد بعد یک بار زنگ زد گفت من نمیتونم پیش رفتم و دیگه تو پیش من بیام نه تو پیش ما آمده بتونم نه من پیش تو رفته بتونم سری که آمید همین ساله هکی نو نگونی شد سری مایده که این سیروم سر بعد تلفن رو گرفته خودم گفت زدم من گفتم ای بچه تو برای شما نخیلی همتی تو با تلفن گم نمیزنی و با واتساپ و وایبر گم نزنی من تلفن هم خیلی چیزا نداره در اون خونه هم باشم خیلی چیزا نداره من بطرم اون وقت باید علاقه باشم خلاصه هم ایروی گپوش فهمیدم گیرن اون اکاش باری اینم کسی فریب کرده در فریب مردم رفته یا به کار میکرد؟ کار نمیکرد این رفته خبر رسی کرده گراجنانس رو گرفت و بعد ماهی همین ایول خسته مسکو آمد کار میکنم بود بیچاره پسر همسایه کار یافتگی برای گراجنانس و داشتگی ها اینه تیار کرد کاره که بیام یک کار درو کار نمیکنم بستن در اینجا بعد کار نکرد بعد گفت که بزرگ یک نقطه سودا میکشم بزرگ همون فوتسیتی هست همونجا در لوبلینو آمده ایش داشتگی هست ایوار پیش 5 سال پیش از این در لوبلینو کار میکرد سوداگر شده کار میکرد اون وقت کار میکرد سوداگر این بچه که همسایه تلفن کردیم که گفت یک نقطه سودا میکشم و همون کشاد نکشاد بیچاره برای ما یک خدمتگار شده اما وقت باید تاجیکستان نظارت کرده بتونیم که این دقیق چیکار میکنه گفت که اگه خیلی تشکیل نکشده که گفت منافع یک روز من آمد بعد همون خبرها شما دیدم دیگه نیدم شد فقط با وای برگم میزن و مجبور شدم من پیدا بودم تلفن رو که گرفتم خطیش من گفت زدم من گفتم که من برای تو رو بردن آمدم تمام من دیگه وجود گپاش دیگه شد یه افتادین چیده آمدین شما چوی فکر کردیم پیش آمدم من برای چی گفت زدیم من برای که کار باوری برامدی بچه تو من گفتی که در مگزین کار میکنم در مسکو رفتم مگزین کار میکنم نکردی نقطه سودا میکشم گفتم تو یه نقطه سودا نکشدی گفتی کدام ازبکتی نقطه سودا میکشم نکشدی گپای میزدگی رفتی گفت زنید گفتم مثل همون اکد من گفتم بیا من خطی باید بخورم من خطی بخوردن نمیتونم برای چی گفتم تو فرزن نام تو بخوردن نمیتونم گفت من شرایطی ندارم اوزی در یک جاییم که خطی من بخورده نمیتونه شد چی مردم تو در دیگر جا بودی هر به تلفن گامیز در مسکان گفتم اینش هم دروغ گفت خلاصت بین همین یک هفته 2 هفته در همین خیلی کردم که باید پدر خودش که بخورده نمیخواهد نمیتونم بگفت شما بخورده شما سرگ بیهوده سرگردان شده من کفتکو میکنه من جواب میرم بعد راستی که چی کردی دانم برامد حق ها رو تو داشتون کرده من گفتم من تو با این پسر من در کار نیستی من گفتم من دیدای تو با این پسر بیزور در قیامت هم گفت زنم من میگم من که پسر نداشتم همون کسی تو رو گفتم برنی راه بود تو قیامت هوای پدر بود من پدر تو با فرزند نمیشم تمام بادی هم خیلی گرومای خیلی گپوی سختی زدم
دیگه گفت شما پیش به سری ما آمدیم ما مگرم دیگه بچه‌می با وای بیارم دیگه شما در علاقه ندارم گفت تمام دیگه بعد زنگ میزنیم با وای بیاره برای واتساپ تا چه دیگه در علاقه نیست من بود در تیرتوی رسیه نیست من مجبور شدم رفتم در ارگن داخلی مسکو تقریبا بجای رفتن نوشتم من با چند بار برآمده شما ما در اون تاجیکستان تماشا کرده بودیم دیده بودم فهمیده بودم که مثلا مخیم مردی خیلی تاجیکستان با خانم باید میکردگی محافظت میکردگی گفتیم برام نزدیک شما بودم گفتم که و بچه هایم همینجا بودم گاو زدم گفتن همون مرده که نزدیک شما بره خطی هم آدم مسئلت میکنه انشاءالله یاردم کردم شما ممکن که میسا برام دریافت کردیم داشت برام زنگ زدم شما یکی من همیش مختی بخورم چکار کنیم ما 3 روزی در صحبتیم با شما تلفنی هم داریم از صحبت تلفنیمون خبردار است کارمندان دیپلماتی تاجیکستان در روسیه حتی با خواهش شما با شما صحبت می‌کنم در اما حالت نامناسب فرزند شما علاقه دارد همچون که شهروندی تاجیکستان هم نباشد و جایگاه گرفتن دارد دو شهروندی دارد اون در تمام سرحدی که هستن از طرف حکومت تاجیکستان پیشنهاد شد که رای برگشت شود برآمده ندارد فکرهای شما هم دوست ممکن تا اون حالتی که ما صحبت بدیم باید برآمده رفت شاید باید برآمده رفت این یک گجده که در بدن هست یک کسل یک بیماری که توبه کردنش خیلی دشوار است از پدر جدا نمودن فرزند البته هیچ وقت ما در فکر این هم نبودیم لیکن این روزها زیاده از 3000 شهروندان تاجیکستان دیگه تاجیکستانیانی که هستن شهروندان دیگه دولت‌ها در همون دولت‌هایی که جنگ می‌رود جنگیده ایستاده با یک عقیده در راه اسلام ما با شما مسلمانی با یا مسلمانان این مسلمانان تتر هم هستن حتی سفی تتراک هم چرا تاجیکان زیاد شدن شما اینجا درست نوشتید که برای که از کورخانه هم مرکز سودایی لوبلینو یکی مرکز سودایی فوتسینا دیگر جای هستن خلیبنیکا هم هست در همین مرکز ها ما سال 2012-13 پیشنهاد نمودیم که تیار کردنی پسر بچه های تاجیک در داخلی و فرستادن اونا با چنین دولت ها بود اگر به نظر نمایی با سامانهای کاری ما با سایت های کاری ما هستن اینا با حکومت روسیه تاجیکستان هست تاجیکستان یک پیشنهاد کرد پیشنهاد یک شورا دید حکومت برابری امامالی رحمان فرمانده داد به خاطر که تمام شهروندان تاجیکستان برگردانده شود در سال 2012 حتی یکم دولت در سابق شوروی برآمدن از اون این کارو کردگی نیست ما اگر همون بودگی رو نمی‌کردیم صرف اینا که 10,000 میشدن اینا با خواهش که پرزیدنت تویش نشده با پیشنهاد اینا شد و پیشنهاد درست بود لیکن اونا از روسیه برآمده رفتن چرا روسیه را جا کردن روسیه اون جایی که امروز حتی دادستان روسیه درآمده نمی‌کنه تمام همین بازارهایی که ما داریم می‌بینیم در داخلی است اونجا ریش داره ریش ندارن کلی کلان دارن همون شبانه میبینن قچان صحبت میکنن در مسجد نشستن داخل نماز میخونن با اون صحبت میکنن و تئوری میکنن حتی نظر من میگم بعد تولد پسر بچه 90 89 87 88 اینا جوانن اینا بیعقلن 91 92 رفتن میگیرن این است به گمراهی بردن صحبت پیش چنین شهروندان چنین شخصانی که در سن سال بودن در دولت شوروی پیانیر میگفتن کمسمال پیانیر از همه پیش قدم در دولت شوروی کمسمال پیانیر بود همین سن سال تیز بودن حرکت میکنن که تیزتر آینده و کمونیست شود برای کمونیستی رود این پسر بچه رو بردن این روز مثلا از یک اوله شما 2 نفر پیشتر بودن از اوله بفکرم از اپای ردنای خودتون 2 نفر از خونه شما رفته فقط از اپارت 2 نفر از شما شما رفته تاجیکستان تقریبا میکنه 4 میلیونی وای سولین فکر است 4 میلیون کدام سولین فکر است که اونا با اوله داره فرزند داره از 8 میلیون که 2 میلیونی وای اوله داره باشن فرد داشتن نیست از هر یک دهم اویله رفتگی است آینده تاجیکستان چی میشه آینده تاجیکستان اگر دیده برآمده ما هم اینو ببینیم در حالتی زده خور شدن بیکار موندن که یکی کماندوی بیرون گرفتن از طالبان اینا هجوم به تاجیکستان میکنن هجوم با دست خودمون ما خودمون رو میکشیم اولا شما رو میکشن فرزندتون بعد روبری دولت میکشن بعد اومدن ما رو میکشن بعد ما دورترین حکومت رو میکشد
ما خودی همینه باید چیکار کنیم که جای کاری در تاجیکستان حرکت کرده ترور نمودن و خواندن فرزندا آنچه که معلومات پورا نمیتونن اولی گرفتن مکتبای اولی باید کم باشن مکتبایی که دست اختصاص میگیرن تکنیک میگیم و پتروی که شما میفتین و اونا زیاد باشن که در خواندن کار برای نسبت امروزه آنچه که ما با شما صحبت کردیم این میبراید من مواجهت با فرزند شما کردستم برگرد این خطاگی بزرگ است برگرد عاقبت اگر که مردن شما خواهش مردن باشه جوانان میخواد مردن نمیخواد خودشون در جوش هست لیکن اگر که اینا نمردن با 50 60 هم روند از این راه دیگه بر نمیگردن فقط وقتی که یک شخص خون مراتب اول دید دوم مراتب سوم مراتب باید دیگر بی خون ریزاندن دیگه شخص زندگی را در نزد خود این زندگی نیست یک دولت کلان روسی رو مورد میلیون تاجیک 5 نفری حالا 5 میلیون تاجیکستان رو ما میتیار ممکن بود خوردن هست روایی که فریب شون دادن هر روایی که از بمبایی بودن دیگه وقتی شما سخن گفتید با فرزندی خود حتی با شما شما چرا آمدید وقتی شما بگید که شما با من چنین فرزند دیگر لازم نیست هر یک پدر از اون که در داخلی دل شما این نیست در داخلی دل شما فقط گریه است ناله است مادر یا ممکن با دیگر کس علاقه دارد این روزا هر روز زن میزنم بیماری خود هر روز زن میزنم کسایی خان شده روی یکم پسرم بکن من هر روز زن میزنم که چیکار کردی چی شد میبیوری نمیبیوری من تا کجا من میبیورم نیست دیگر اشین است که در بودن شما امروز در روسیه شما رو وظیفه دار کرد ولایت که خودتون وظیفه دار شدید که دستگیر نمودن یا گرفتن بعد گرداندن ما مجبور شدم همین بیگه پلیت گرفته سر پیدا آمدم آجی بلیت هم او قرضون نیستن مثلا دائم سال زمان یا آدمی کمبغل ما مثلا یک دیخون برای کارگر ما استوگی میکنم من پیش معلم کار میکردم خیلی با معلم روز میکنم گذاشت مجبور شدم استوگی هست سر کردیم نسبت پدر و مادران دیگر شما چی گفتنی هستید؟ نسبت دیگر شخصان تاجیکستانی که هستند مانند شما زیادن این یگان پدر و مادر یعنی مثل من اخمی فرزند گرفتار نمیگم که شما فرزنداتون گرفتار خرابون کنید به سوی برام دارم به سوی چی لازم است؟ چقدر لازم است که همین شهروندانشون بچه چی میگه در روسیه زیاده از میلیون تاجیکان هست چی باید کنه حکومت تاجیکستان؟ من این ختم درباره همین جای کار اگر کار کنم گوی اگر پول جای کار اینو بچه هایش کار کردن نمیخوام نمیخوام کار کردن من خودم 20 سال شد افسان در اونجا کار نمیکنم نه زندگی من خودم میگذارم نه گوشنیم نه بسیار به لباسم زیادی اونا آمدگی هم باید میاد که دور از پدر و مادر باید کار نفرمایند زیادی اونا آمدگی اگر از این پول بیدر دنیا میخوانی وانده مهنتی کم کردی پول کلان در اینجا نیست مهنت میکنی باید زندگی تنبیه بگیش سلامت باشه